با تریبون خیالت از سئو راحت. 0 تا 100 خدمات سئویی مورد نیازتون مثل رپورتاج، بکلینک و لینک پرومکس رو در اختیارتون قرار میده و قدم به قدم در کنار شماست تا به صدر نتایج گوگل برس. با تریبون خیالت از سئو راحت. مرسی از همگی بابت حضورتون. امیدوارم که این تایمی که الان داریم میذارین تایم مفیدی باشه و دیتای خوبی به دست بیاریم و بتونیم از این تجربه‌هایی که با هم دیگه رد و بدل میکنیم استفاده بکنیم. من لیدا بهرامی هستم. 10 ساله که توی حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنم، مخصوصا تمرکزم از همون اول بیشتر سمت SEO بوده و هی به مرور زمان سعی کردم روی پروژه‌های مختلف کار بکنم و به واسطه مسیر شغلی که داشتم و 3 سالی که توی آژانس دیجیتال مارکتینگ کار کردم تونستم توی این پروسه خیلی سریع با بیزینس‌های خیلی مختلف توی حوزه‌های مختلف سر و کار داشته باشم و از نزدیک بتونم روی پروژه هایی که دارم باشون کار میکنم به اون دیتا و اون استراتژی هایی که بتونه بهشون کمک بکنه توی تجربه هم هی بیشتر بشه و تجربه های بالاتری رو به دست بیارم توی این پروژه. یه ایونتی داشتیم که توی اون ایونت که حالا ارائه دهندش من بودم راجع به یه سری مسائل و یه سری مهارت‌های نرم توی پروژه گرفتن، نگهداری پروژه، جذب پروژه، حفظ پروژه با هم دیگه صحبت می‌کردیم و توی اون ایونت یه سری سوالات مطرح شده بود که بخش اصلی اون سوالات در مورد این بود که اصلا چجوری باید برای بیزینس استراتژی تعریف بکنیم و خیلی از چالش‌هایی که اونجا داشت مطرح می‌شد اکثر چالش‌ها سمت این بود که چجوری میتونیم با تیماشون توی استراتژی که تعریف کردیم با تیمای دیگه همسو باشیم، این استراتژی بتونه به رشد بیزینس کمک بکنه که در نهایت بتونه به حفظ اون مشتری برای اون پروژه حالا کمک کننده باشه. سوالاتی که اونجا پرسیده میشد راجع به استراتژی خیلی سوال کلی بود و جاش نبود توی اون ایونت خیلی بازش بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، ولی همونجا من قولشو داده بودم که یه وبیناری بذارم در مورد اینکه کل مسیری که ما طی می‌کنیم برای تعریف یه پروژه به محض اینکه حالا مراجعه میکنن بهمون کل مسیری که برای استراتژیش داریم تعریف میکنیم و روند کاری که داریم مشخص میکنیم به چه صورته که بتونه با KPI های خود اون بیزینس همسو باشه و به موازات همون به حفظ و نگهداری اون پروژه و رضایت اون پروژه کمک بکنه. پروژه های زیادی توی این مدت اومدن سمتمون که ممکنه مثلا توسط نفرات دیگه کار شده باشن و در نهایت وقتی که مراجعه می‌کردن ازشون میپرسیدیم دلیل قطع همکاریتون با تیم قبلی چیه، متوجه میشدیم که به اون رشدی که میخواستن، یعنی فروشی که مد نظرشون بود، حالا چه خدمات چه محصولات، اون براشون حاصل نشده بود و بزرگترین چالششون حتی با وجود رشد KPI هایی مثل رتبه کلمات، مثل ایمپرشن، مثل ترافیک، ولی بازم اون رضایت حاصل نشده بود. وقتی می اومدیم بررسی می‌کردیم، چکینگ کردیم، می‌دیدیم که توی خیلی از مسائلی که شاید خیلی ساده باشن از همون اول که داشته استراتژی تعریف می‌شده هیچ نگاه بیزینسی وجود نداشته که باعث بشه که در نهایت کل اقدامات و سرمایه‌ای که داره صرف سئو میشه اون پروژه رو بتونه به اون فروشه برسونه، به اون رشد بیزینس کمک بکنه. همه اینا باعث شد که این وبینار رو بذاریم و بخوام خیلی مشخص و واضح فقط توی این چارچوب صحبت بکنم که مدیریت پروژه های سئو رو فقط با نگاه بیزینسی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم و کاراشو و تسکاشو انجام بدیم باید به چه مواردی توجه بکنیم از همون اول که داره پروژه تعریف میشه تا انتهای مسیر. سعی می‌کنم که خیلی تعاملات رو داشته باشم اینجا و هر جا هر نکته‌ای بودش، هر سوالی بودش حتما بپرسین، چون شاید یه سری چیزا اگه سوال نباشه اصلا مطرح نشه و سعی می‌کنم همه اون کلاً موانع و چارچوب و چالشایی که خودم توی اون مسیر داشتم و اینجا حتما ارائه بدم، حتی خطاهایی که توی این مسیر وجود داشته و شاید یهو تو دل پروژه یهو متوجه شدیم که مثلا ما تو اون نقطه همچین چیزی رو ندیدیم و سعی می‌کنم بیشتر تجربه محور باشه دیتاهایی که ارائه میدیم، ولی برای اینکه بتونم این تجربه رو توی یه چارچوب و یه فریم ورک داشته باشم این ویدیو پرزنت رو آماده کردم و خواهش میکنم هر جاش هر سوالی داشتین حتما بپرسین.
موضوعاتی که امروز قراره در موردشون صحبت بکنیم تحلیل و پایه اصلی تصمیم گیری توی پروژه های سئو که خیلی مهمه که وقتی یه پروژه تازه داره بهمون مراجعه میکنه اصلا توی چه وضعیتی قرار داره، توی مرحله اولیه و شروعش باید به چه مواردی توجه بکنیم و دیتاهایی که برامون اهمیت داره چه چیزاییه، وقتی میخوایم براش تدوین استراتژی انجام بدیم باید به چه دیتاهایی توجه بکنیم و وقتی میریم تو مرحله اجرا باید به چه دیتایی توجه بکنیم و حالا فرصت‌های ارزشمند و اونایی که ارزش بالایی برامون دارن و بتونیم بشناسیم، شناساییشون بکنیم، چجوری باید بهشون برسیم تا بتونیم این نگاه بیزینسی رو از همون اول داشته باشیم. توی قدم بعدیش میخوام راجع به خود مدیریت پروژه صحبت بکنم که از استراتژی تا اجرا وقتی که میخوایم تدوین استراتژی و رودمپ رو برای خودمون در نظر بگیریم اصلا باید از چه تکنیکی استفاده بکنیم. پروژه‌ای که اومده به ما مراجعه کرده و حجم کاریش خیلی زیاده و ممکن است همون اولیه پروژه فروشگاهی مثلا خیلی گسترده باشه، چجوری باید استراتژیشو بچینیم، به چه مواردی باید توجه بکنیم، چه تکنیکی رو توی تدوین استراتژی باید بهش توجه بکنیم. اصلا قیف فروشی که داریم براش در نظر میگیریم باید بر اساس چه دیتاهایی باشه توی اون مرحله از اجرای استراتژیمون. و حالا راجع به KPI هایی که وجود داره، چه سمت سئو چه KPI هایی که سمت بیزینس وجود داره، چجوری باید اینا رو با هم دیگه همسو بکنیم و همچنین مدیریت ارتباطی که باید با ذی‌نفعان خود پروژه داشته باشیم و چه از سمت کارفرما چه کسای دیگه‌ای که به هر طریقی توی پروژه دخیل هستن، چجوری باید این فراینده رو جوری انجامش بدیم تا بتونیم به اون هدف اصلیمون برسیم. تو این وبینار می‌خوایم در مورد اینا صحبت بکنیم. میخوام از قدم اول شروع بکنم راجع به تحلیل دیتا در مرحله اولیه و شروع پروژه و کلاً مواردی که باید توی این نقطه بهش توجه بکنیم. باید بدونیم به چه دیتاهایی، به چه داده‌هایی باید توجه بکنیم که اصلا واقعاً ارزش بررسی دارن. توی مرحله اولیه و شروع دیتاهایی که باید تحلیل بکنیم چه دیتاهایی باید باشن، وضعیت اولیه سئومون چیه، توی چه نقطه‌ای قرار داره و ما باید از کجا شروع بکنیم و مهمترین داده‌هایی که باید بررسی بکنیم چه چیزاییه و مرجع تصمیم گیری ما توی شروع پروژه باید چه جاهایی باشه از این دیتاهایی که داریم. که حالا شروع می‌کنیم دونه دونه در مورد اینا صحبت بکنیم. یک سری از این مواردی که دارم اینجا الان صحبت میکنم توی این پارت ممکنه یه کوچولو مقدماتی باشه و خیلی ها بهش مسلط باشیم یا ممکنه نه یه سری جاشو میدونیم ولی توی روند پروژه هامون اصلا شاید دخیل نکرده باشیم و توی چک لیست کارامون نداشته باشیم. یه نکته‌ای که وجود داره کل این فرآینده‌ای که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم ممکنه اولش وقتی داریم نگاهش میکنیم خیلی برامون چالشی باشه و سخت باشه و فکر بکنیم که خیلی پروسه زمان بریه. اگه بخوایم برای هر کدوم از اینا بیایم یه سری فرآیند رو در نظر بگیریم، ولی خدا رو شکر الان با پروسه این چت بات‌ها و هوش مصنوعی که اومده یه جورایی دارن به کمک میکنن، خیلی از این فرآیندایی که الان راجع بهشون صحبت میکنیم شما میتونید با هوش مصنوعی انجامش بدین. اینو خواستم همین الان بگم که نگران این موضوع نباشین که هر کدوم اینا ممکنه پس خیلی زمان بر باشه. نه، اتفاقا با هوش مصنوعی توی ساده ترین و توی کمترین زمان ممکن میتونه همه این موارد انجام بشه. فقط خیلی مهمه که شما بدونین چی میخواین، یعنی توی تدوین استراتژی فرایند و اون شاخصایی که باید براتون اهمیت داشته باشه اصلا چه مواردیه. شناخت بیزینس و اهدافش خیلی مهمه. ما این نقطه رو خیلی وقتا توی خیلی از پروژه ها نادیده میگیریمش. یعنی اصلا جلسه میریم، ممکن خیلی وقتا جلسه نباشه، یه ریکوئستی داره میاد سمتمون و وقتی داریم پروژه رو میگیریم یه چند تا سوال اولیه ازشون میپرسیم و خیلی سریع تمپلیت پروپوزال آماده بهشون ارائه میدیم و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که اتفاقاً اگر دیتا کامل نباشه، اگر شناخت ما راجع به اون بیزینس و اهدافش کامل نباشه، تا انتهای مسیر یهو می‌بینیم که به خودمون میایم تازه اونجا متوجه میشیم که یه سری چیزایی رو که باید تو نقطه شروع متوجه میشدیم نادیده گرفتیمش.
پس شناخت بیزینس و اهدافش و این که شما حتما با کارفرماتون برای اون پروژه یه جلسه نیازسنجی داشته باشین از هر چیزی خیلی مهمتره. حالا ممکنه شما بگین که اصلا خب ما این زمانو بذاریم، ولی ممکنه اون پروژه اصلا پروژه ما نباشه. شما اگه شک دارین توی اون مسیره باید یه فرم حداقل بهشون بدین و جلسه نیازسنجی شما حداقل یه فرم اولیه باشه تا بتونین به این دیده برسین که یه سری اطلاعات اولیه داشته باشین و فوری فقط نرین سراغ این که بخواید پروپوزال بهشون بدین و بعد روند کاری تکراری که داشتیم و پیاده سازی بکنیم. بعد از اینکه جلسه نیازسنجی رو معمولا ما با پروژه ها یا هر کارفرما وقتی میذاریم شروع میکنیم و بررسی وضعیت فعلی وبسایت رو بررسی میکنیم. اینکه با توجه به وضعیت و درخواستی که دارن و هدفی که دارن اصلا وضعیت فعلی وبسایت خودشون توی چه نقطه‌ای قرار داره، رتبه هاشون به چه صورته، سایت صفره، سایت کار کرده است و کلا به چه صورته. و بعد یه تحلیل عملکرد انجام میدیم که ببینیم تا الان اگر سایتی روش کار انجام شده، این کارهایی که انجام شده چه عملکردی و اصلا چه پرفورمنسی رو بهشون داده، هیستوری کارهایی که انجام شده اصلا در نهایت منجر به چه خروجی شده، چقدر ترافیک دارن، چقدر رشد وبسایتشون توی رتبه ها توی چه وضعیتی قرار داره، چقدر کانورژن دارن. و خیلی وقتا ممکنه ما اصلا اصلی ترین موضوعی که خیلی برای ما مهمه، یعنی KPI که پولساز هست، کانورژن، لید، اینا رو اصلا نادیده میگیریم و صرفا اکتفا میکنیم به دیتای سرچ کنسول که فقط ببینیم که ترافیک به چه صورته یا رتبه به چه صورته. و از طرف دیگه حالا بیایم بررسی بکنیم ببینیم که وقتی وضعیت خودش و رتبه‌اشو بررسی کردیم متوجه بشیم ببینیم که اصلا رقبامون چی کار کردن، چه کاری انجام دادن. تحلیل رقبا خیلی میتونه بهمون کمک بکنه که ببینیم چه مسیری رو پیش بردن. و از طرف دیگه بیایم حالا ببینیم خود برندمون توی چه وضعیتی قرار داره، اصلا برند جایگاه شناخته شده‌ای داره توی فضای آنلاین یا نه. توی قدم بعدی کاری که انجام میشه، داده هایی که برامون مهمه توی این قسمت ممکنه یه سریاشو حتی بدونیم، ممکنه یه سریاشو بدونیم و باز دوباره اصلا بهش توجهی نکنیم، ولی من موظف تونستم برای اینکه بتونم کل این مسیر رو به اون جوری که باید کاربردی باشه، حتی اگه یه سریاش ممکنه براتون ساده باشه رو اینجا دوباره دیتاهاشو بگم و میخوام ازتون که صبوری بکنید تا بتونیم به جاهای مهمترش برسیم و کاری که باید انجام بشه. توی داده های عملکرد وبسایت روند من مهمتریناشو اینجا نوشتم، ممکنه ولی پروژه به پروژه متفاوت باشه، ولی مهمتریناشو اینجا آوردم. خب ما میدونیم روند ترافیک ارگانیکش بین توی بازه‌های زمانی مختلف خیلی مهمه، کلیک و ایمپرشن و همه اینا، CTR و موقعیت میانگین و جایگاهی که داره خیلی برامون مهمه. صفحاتی که با بیشترین ورودی رو برای ما رقم زدن خیلی برای ما مهمه. صفحاتی که بالاترین نرخ تبدیل رو میتونه برای ما رقم بزنه خیلی برای ما مهمه، یا اینکه چه صفحاتی اصلا بانس ریت بالایی دارن و دلیل اینکه بانس ریت بالایی دارن اصلا چیه. بعضی وقتا هستش که ما تمرکزمون رو فقط میذاریم روی رتبه یه سری کلمات و میریم فقط صفحات لندینگمون و صفحات محصولمون یا صفحات PLP مون و اینا رو میریم چک میکنیم، ولی بعضی وقتا اگه بیایم از زاویه دید مختلف نگاه بکنیم و بخوایم بالاترین نرخ تبدیلا رو نگاه بکنیم، ممکنه یه سری بلاگ‌ها هستن که میتونن برای ما آورده خیلی بالاتری داشته باشن و خوبه که اینا رو تو همون نقطه اول بریم همه رو بررسی بکنیم. داده های رفتار کاربرمون و نرخ تبدیلاشون، اینکه روی چه کلماتی هستش، توی چه مسیرهای تبدیلایی هستش، توی چه صفحاتی هستش، همه اینا خیلی میتونه به ما کمک بکنه و میانگین ارزش تبدیل، اینکه چقدر هزینه بر بوده تا بتونه این مشتری برای ما، این کاربر تبدیل به مشتری بشه. CTA ها رو بتونیم کامل بررسی بکنیم، مثلا ببینیم بالاترین CTA که داریم توی کدوم صفحه است، توی کدوم نقطه از وبسایتمون قرار داره و کل مسیر کاربرانمون توی وبسایت رو بتونیم مسیرش رو در بیاریم. این خیلی از هر چیزی مهمتره که قیف فروش من، کاربر من توی صفحات مختلفی که داره ورود میکنه چه مسیری رو داره طی میکنه. خیلی وقتا یه موضوع خیلی ساده توی این مسیر و جرنی کاربر ما که نادیده گرفته شده و باعث ریزش خیلی از مشتری‌ها توی یه مرحله از فرایند گام آخر خرید شده،
این نادیده گرفته شدن این موضوع باعث شده که اصلا اون نتیجه‌ای که باید از وبسایت و سئو یا حتی از هر چیزی که باید حاصل بشه نادیده گرفته بشه. تیم سئو باید بتونه حتما کل مسیر کاربرش رو از همون اول که پروژه دستش اومده داده‌هاشو تحلیل بکنه و نگه این موضوع مثلا برای سمت تیم دیگه است، برای سمت یو آی یو ایکس، برای سمت حالا کسیه که داره روی وبسایت کارای مارکتینگ رو انجام میده. اگر تو این مسیر مشکل داشته باشیم 1 سالم روی پروژه کار بشه و شما هر بار توی جلسه گزارشتون بیاین فقط افزایش رتبه و افزایش ترافیک رو بگین، حتی بیاین کانورژن رو بگین، ولی کانورژنی که به فروش منجر نشده، برای کارفرما در نهایت تو اون جلسه اون رضایت حاصل نمیشه. و خیلی مهمه که تو همون نقطه اول حتما این موضوع بررسی بشه و جزء وظایف و تسکای خودمون بدونیم. من در نهایت میخوام راجع به اون ترکیب تیمی که باید توی سئو قرار بگیره که بتونه همه اینا رو پوشش بدم صحبت بکنم، که بگم کدوم تیم اگه با این متریکا و این شاخصا توی اون پروژه تعریف بشه میتونه چه عملکردی رو حاصل بکنه. داده‌های کلید واژه‌ها و چیزی که توی سرپ وجود داره، اینکه رتبه فعلی ما چیه، اینکه چقدر چه کیوردایی هستن که برای ما فرصت خوبی میتونه داشته باشه، جنس اون کلمات رو بشناسیم، پوزیشنشون رو بشناسیم که توی چه جایگاهی قرار دارن. همه اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. آقای شایسته فرمودن که فایل نمایش داده نمیشه. برای بقیه هم به همین صورته یا فقط برای آقای شایسته اینجوریه؟ اگر اینجوریه که من فایل رو ببندم یه بار باز بکنم، ولی اگه فقط خب فکر میکنم آقای شایسته مشکل از اینترنت شما باشه. اگه یک بار رفرش بکنیم فکر میکنم درست بشه. مرسی ازتون. داده هایی که خیلی برامون مهمه، حتی وضعیت زیرساختی وبسایتمونه. ما پروژه داشتیم که وقتی داشتیم توی انتقال و جابجایی و مایگریشن انجام میدادیم، یهو متوجه میشدیم که تگ نو ایندکس روی وبسایت وقتی روی استیجینگ بوده و وقتی انتقال داده شده اومدن به ما مراجعه میکردن، مشاوره میخواستن که چرا این پروژه ما افت کرده، چرا ترافیک ما داره میریزه. و ما وقتی نگاه میکردیم، بررسی میکردیم، میدیدیم که توی جابجایی قبل از اینکه بخواد انتقال داده بشه تو حالت استیجینگ بوده و توی استیجینگ طبیعی بوده که روی دامین توی سورس نو ایندکس بوده اون صفحات، یعنی چون یه یو آر الی بوده که فعلا داشتن یو آی یو ایکسشون رو اوکی میکردن. بعد وقتی وبسایت رو می اومدن و انتقال میدادن یادشون رفته تیم فنی، یعنی جزء فرایندشون اینو نداشتن که تگ نو ایندکس رو بردارن از توی سورس و همین باعث افت ترافیک و اینا میشده. داده‌های فنی و ساختاری وبسایت خیلی مهمه. خطاهایی که توی کرال وجود داره، توی ایندکس وجود داره، توی کاورج صفحات وجود داره، خطاهایی که توی سرعت وجود داره. اصلا یه سری موانع وجود داره که کاربر من وارد صفحه شده ولی اصلا خیلی زمان داره میبره تا صفحه براش لود بشه. الان اینا توی چه وضعیتی قرار داره توی وبسایت من باید روی اینا حتما بتونم همه شاخصایی که برام وجود داره رو برم بررسی بکنم. ساختار یو آر ال من چجوریه؟ اصلا قابل ایندکس هستش؟ گوگل کرالشون میکنه؟ لینک سازی داخلی به چه صورته؟ همه اینا رو باید بتونیم توی همون داده های فنی و ساختاری وبسایت توی شروع پروژه، آغاز پروژه حتما بررسیشون بکنیم. داده های رقابتی هم توی این نقطه خیلی مهمه، اینکه رقبای ما چقدر از اون سهم کلماتی که ما میخوایم باهاشون رتبه داشته باشیم و اومدن روش کار کردن، ترافیک تخمینیشون رو با ابزارهایی مثل حالا سمراش بتونیم به دست بیاریم، بدونیم که چه کاری انجام دادن. کیوردایی که خیلی وقتا یه باگی وجود داره وقتی داریم راجع به کیورد گپ صحبت میکنیم، یعنی داریم میگیم راجع به فاصله کلماتی که اونان رقبامون کار نکردن و این ظرفیت رو داره که ما بریم روشون کار بکنیم. اینجا یه دید اشتباه وجود داره که ما فقط داریم به اسم کلمه نگاه میکنیم و میریم سراغ این موضوع، هر کلمه ای رو که مرتبط با حوزمون باشه ولی رقبامون کار نکرده باشن و میگیم خب این فرصت خوبیه و ما باید الان بریم رو این کلمات کار بکنیم تا سریع باشون رشد بکنیم. این فقط در صورتی جواب میده که اون جنس کلماتی که رقبا کار نکردن، که جلوتر راجع به کلمات خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم، اون جنس کلماتی که یه جورایی فاصله و گپ حساب میشه، کلماتی باشه که برای شما آورده، برای بیزینس شما آورده داشته باشه.
و صرفا فقط به این دید نگاه نکنیم که ما الان این ظرفیت رو میتونیم داشته باشیم با این کلمات به یه رتبه‌ای برسیم و به یه ترافیکی برسیم. این کلمات و این خیلی مهمه اینجا توی این دید بیزینسی که نگاه بکنیم کلماتی باشه که در نهایت برای ما فروش داشته باشه. من یه چیزی رو بخوام خدمتتون اعلام بکنم، توی انتخاب کلمات یه چالشی که وجود داره، وبسایت هایی که به دست ما میرسن و ما داریم روشون میریم حالا ترافیک و اینا رو نگاه میکنیم، میبینیم ترافیک سعودیه و نفر وقتی که میاد توی جلسه و میخواد از کارش دفاع بکنه میگه من رتبه این کلمات رو دارم و ترافیک من انقدر رشد کرده، انقدر بالاه. بعد میریم مقالات رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا اگه یه جنس محصولی باشه که داره محصول میفروشه، اون جنس کلماتی که اومده تارگت شده کلماتیه که برای کاربریه که اون محصولات رو خریده و حالا توی نصب یا راه اندازیش چالش داره. ما اون مقالات رو ترافیک داریم، اون مقالات برای اون بیزینس من نمیتونه آورده‌ای داشته باشه، فقط یه رفع چالش و ابهام برای کاربریه که حتی محصولش رو از یه جای دیگه خریداری کرده. یا مثلا بخوام یه مثال دیگه اینجا خدمتتون عرض بکنم، چند وقت پیش یه پروژه‌ای به ما مراجعه کردن و این پروژه توی حوزه سبد کالای محصولاتشون برای فروش پکیج‌های سازمانی بود. این خیلی مثال مهمی بود. این پروژه 4 سال بود داشت کار میکرد، ترافیک خیلی بالایی داشت و میگفتش که گزارشی که داره نفر مسئول پروژه من به من میده، نفر سئو کار به من میده، همه چیز خوبه، همه چیز رشد کرده، ولی من اون فروشه رو ندارم، اون چیزی که من میخوام حاصل نشده. توی جلسه نیازسنجی وقتی رفتیم باشون صحبت کردیم، ما یه لیست بلند بالا سوال داشتیم که اصلا اولویت شما چیه، نوع فروش محصولات شما بی تو بیه یا بی تو سیه، هدف شما چیه، کدوم محصول برای شما میتونه درآمد بالاتری بیاره. کل جلسه نیازسنجی وقتی خروجیشو گرفتیم به یه سری دیتاها رسیدیم. با اون دیتاها وقتی دسترسی سرچ کنسول رو گرفتیم رفتیم متوجه شدیم که کارفرمای ما اولویتش روی محصولات مثل پکیج سازمانی و فروش عمده است، ولی ترافیکی که براش حاصل شده روی فروش و بلاگایی که براش تولید شده و این بلاگایی که این میزان ترافیک رو براش رقم زده روی فروش خاص ان یوزره. مثلا اگه داره روی هدیه سازمانی روز مرد کار میکنه یا مثلا پکیج سازمانی کار میکنه، این ور یه بلاگ تولید شده هدیه برای روز مرد، هدیه خاص برای روز مرد یا هدیه برای روز ولنتاین و اینا بلاگایی بودش که برای ان یوزر بود و درسته که ترافیک بالایی رو رقم زده بود و شما خیلی خوشحال میشین از اینکه نمودار سرچ کنسولتون سعودیه و اینو به کارفرمای ارائه میدین، ولی وقتی من تو جلسه نیازسنجی شرکت کردم و اومدم بعد سرچ کنسولش رو چک کردم، کل استراتژی انگار دقیقاً استراتژی ضد مسیری بودش که کارفرما میخواست و همین باعث دلیل نارضایتی شده بود و بعد از 3 سال همکاری رسیده بود به این نقطه که دنبال این بود که حالا تیمش رو عوض بکنه. میدونست، اعتقاد داشت که سئو جواب میده، ولی میگفت چرا برای من فروش نمیاره و خودش نمیدونست دلیلش چیه. پس تو این نقطه تحلیل داده پروژه و از این سمت از چیزی که داریم از کارفرما میگیریم خیلی برامون اهمیت داره که بتونیم دقیقاً از همون نقطه اول تشخیص بدیم توی تحلیل دیتا که من استراتژی که تا الان توی وبسایتم پیاده سازی شده، آیا استراتژی برای کارفرمای من پولساز هست یا نه. خانم پگاه یه سوال پرسیدن، یه سوال دارن در مورد اینکه سایت B2B با سایت B2C چقدر متفاوته. خیلی سوال خوبیه. ببینیم اولا اینکه وقتی یه سایت B2B داره به شما مراجعه میکنه، امروز اتفاقا داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، شما استراتژیتون خب میتونید متفاوته. وقتی توی این سایت B2B میتونه جواب بده، سئو جواب بده، اصلا باید اول به این فکر بکنید من اگه سایتم B2B هستش اصلا جواب میده به سئو براش یا نه. سایت های B2B از نظر من 2 نوعن. سایتی که سئو استراتژی حتی گوگل ادز و سئو روش جواب میده و سایتی که اصلا سئو روش جواب نمیده.
میخوام تفاوتش رو بهتون بگم. اگر این دوتا رو بخوایم مقایسه بکنیم، سایت های بی تو بی که روشون سئو جواب میدن، روند کاری و فرایند و تدوین استراتژیش خیلی با بی تو سی متفاوت نیست، خیلی فرق نمیکنه. ولی دوتا مثال براتون میزنم. یه سایتی رو داریم که این سایت توی حوزه تجهیزات دوربین مداربسته هستش. خب یا مثلا یه سایتی رو داریم که این بی تو بیه و این سایت بی تو بی توی حوزه مثلا مواد پلیمریه. توی حوزه‌ای که مواد پلیمری باشه، کاربری که داره سرچ میکنه، مثلا اگه یه محصولش من بخوام مثال بزنم، کاربری که داره سرچ میکنه مثلا قیمت PVC S65 توی محصولات پلیمری، کاربری که داره اینو سرچ میکنه، وقتی داره سرچ میکنه کسیه که اون کاربر توی خط تولید یک کارخونه قرار داره و این وقتی داره اینو سرچ میکنه هیچ موقع نمیاد محصولو توی متراژ یا نمیدونم حالا بسته های کم بخره. این میخواد برای خط تولیدش محصولو تعیین بخره، تأمینش بکنه و وقتی داره سرچ میکنه قطعا دنبال خرید توی تونه کیسه است، یعنی نمیاد دنبال یه چیز کوچیک نیست. ولی امروز یه مثال داشتیم، مثلا مواد یه چیزی بودش راجع به مواد خوراکی بود و میگفت کارفرمای من، نفری که مراجعه کرده بود میگفتش که کارفرمای من درسته که این مواد خوراکی رو داره ولی میخواد محصولش سایتش رو بی تو بی بفروشه. گفتم خب کسی که میخواد این محصول رو بی تو بی بفروشه، اگه بره کیورد ریسرچ براش بکنه و اگه بره نتایج رو ببینه، ناخودآگاه داره ان یوزر رو تارگت میکنه، یعنی کاربر عادی که میخواد بیاد یه بسته 2 تا بسته بخره رو تارگت میکنه. و این تنها کاری که میتونه انجام بده، باید کلی هزینه بکنه لینک یکم برسه تو صفحه وبسایتش، باید همه جای بنر بزرگ بزنه که من خرید فقط در این سطح خریدو میذارم انجام بدی، من فقط با عمده میتونم بفروشم. خب این چرا باید بره هزینه یه سایتی رو مثل دیجیکالا که داره به ان یوزر میفروشه رو این هزینه رو برای سئوش انجام بده که در نهایت اون میزان ترافیک وقتی وارد وبسایتش میشه با این پیام مواجه بشه که من میخوام محصولی که میخوام بخرم محصولیه که یه دونه ازش میخوام بخرم، ولی وقتی وارد وبسایت میشه یهو یه بنر میبینه که این بنره داره نشون میده که من فقط خرید عمده برام امکان پذیره، فقط توی این تعداد محصول میتونم بفروشم. پس چرا باید بیزینس بره اون هزینه ای رو که باید به اندازه یه سایتی که فروش ان یوزر داره رو انجام بده؟ تو این نقطه تشخیص بدین حتما این موضوع رو. یه سری بی تو بیا اصلا نباید بیان سمت سئو، نباید بیان انقدر هزینه بکنه. اگر قرار باشه به هر دلیلی میخواد کار سئو انجام بده، کلماتی که داره تارگت میکنه کنار اون کلمه محصولش باید کلمه‌ای به اسم عمده باشه و اصلا باید اون کلمه سرچ داشته باشه. اگه سرچ نداشته باشه به صورت عمده یا هر چیزی، باز تو این مرحله یعنی تقاضا توی فضای آنلاین براش وجود نداره، پس من باز نباید برم برای سئو انجام بدم. ولی اگر سرچ داشته باشه، پس اونجا توی اون نقطه من فقط میرم این کلمات رو تارگت میکنم و استراتژی درست رو من بهش ارائه میدم. ما یه وبسایتی دیگه بخوام مثال بزنم، حالا میریم جلوتر حتما چون مثال الان ممکنه یه خورده از مسیر این ارائه بخواد خارجمون بکنه، ولی مرسی، خب خدا رو شکر که این موضوع رو متوجه شدید. پس خیلی مهمه که بی تو بی که بهتون مراجعه میکنه، جنس نیازی که برای اون بی تو بی وجود داره، کاربری که داره سرچ میکنه رو اول بشناسین که آیا کاربری که داره سرچ میکنه درصد ان یوزرش زیاده یا کسی که داره سرچ میکنه در نهایت محصول رو میخواد عمده بخره. برای مثالی که براتون زدم، من اگه دوربین مداربسته رو دارم تولید میکنم، اگه دوربین مداربسته کوچیک از این دوربینایی که توی خونه گذاشته میشه و چرخشی و یه ذره هوش مصنوعی توشون وارد شده، کسی که اون محصول رو اگه داشته باشم و بیزینس من اصلا رو اون محصول باشه، پس خوبه که کار سئو انجام بدم. ولی اگه دوربین مداربسته من خط تولید دارم و فقط میخوام به تامین کننده بفروشم،
خود کلمه دوربین مداربسته کلمه‌ای نیستش که برای بیزینس من پولساز باشه که بخوام روش کار بکنم. پس اگه بخوام اینجا یه تمرکز جمع‌بندی داشته باشیم که این سوالی که خانم پگاه پرسید خیلی دقیقاً به این جمع‌بندی کمک میکنه و خیلی همسوه با چیزی که می‌خواستیم تو همین ارائه توی این قسمت جمع‌بندیش داشته باشیم. خیلی مهمه که تمرکز اولیه روی داده‌های درآمد محور داشته باشین، نه تعداد کلمه و رتبه. تعداد کلمه و چیزی که داره سرچ میشه و رتبه رو اگه دارین روش تحقیق میکنین حتما به این فکر بکنین در کنارش یه شاخصی رو کنار خودتون بذارین. من توی روند کاری این شاخصه رو گذاشتم ROI. ROI خب اگه بخوایم دقیق اندازه بگیریمش خیلی متریک درست و دقیقیه و فرمول داره، ولی من اسمش رو این گذاشتم و میام یه وزنی رو میدم به جنس کلماتم بر اساس سرچی که داره و بر اساس رقابتی که براش وجود داره و بر اساس اینتنتی که داره و از طرف دیگه بر اساس رتبه‌ای که بیزینس من رو اون کلمه داره. همه اینا رو کنار هم با یه جدول فرمول نویسی شده و با یه دیتایی که به هوش مصنوعی میدم و در نهایت با این دیتاها به من خروجی میده که هر کلمه ROIش رو بین 3 تا سطح در نظر میگیرم که سطحش پایینه، سطحش متوسطه یا سطحش بالاه. شما وقتی از همین اول این تمرکز دیتا محور رو داشته باشین و این شاخص و متریکی که به بیزینس و درآمد بیزینستون کمک بکنه رو داشته باشین، دیگه مسیری که دارین میرین از همین اول مسیر درستیه و از همون نقطه حتی اگه اشتباه باشم، هر چیزیش ایراد داشته باشم، میتونین از همون اول تشخیصش بدین و اصلاحش بکنین با جلساتی که با کارفرماتون میذارین. هدف این مرحله رو اینجا نوشتم: کشف تصویر واقعی از بازار، وضعیت فعلیه. یعنی اصلا من الان تو این نقطه کاری که صحبت کردیم اصلا راجع به کاری که باید انجام بشه صحبت نکردم که ادامه تر میریم حتما راجع به اونها هم صحبت میکنیم. راجع به مرجع تصمیم گیری صحبت کردیم. اینجا فقط خلاصه وار براتون گذاشتم و فکر میکنم این فایل ها حتما به دستتون میرسه بعد حالا این وبینار. فکر میکنم که بتونه خیلی بهتون کمک بکنه و انگار یه حالت چک لیست تور باشه. منبعی که وجود داره برای تصمیم گیری ما توی شروع پروژه، همینطور که تا الان هم راجع بهش صحبت کردیم، تحلیل هدف بیزینس و KPI است. این که بتونیم اول این موضوعات رو تشخیص بدیم. چرا مهمه؟ چون شناخت اولویت‌های واقعی رشد بیزینس ما رو در واقع اینا داره به مسیرش رو مشخص میکنه. رفتار کاربران و مسیر تبدیلی که داره انجام میشه خیلی برامون مهمه، چون باز دوباره مهمه تمرکز روی نقاط درآمدی داره، نه صرفا فقط ترافیکمون. تحلیل شکاف محصول و اون محتوایی که وجود داره، تشخیص بدیم اصلا محتوایی که داره ارائه داده میشه چقدر با محصول و استراتژی بیزینس ما و اصلا پروداکت بیزینس ما همسو بوده. این باز دوباره منبعیه که به شما کمک میکنه که هم نیازهای واقعی بازار رو بتونین تشخیص بدین، هم نیازهای واقعی کاربراتون رو بتونین تشخیص بدین تا بتونین استراتژی محتوایی درستی داشته باشین. وضعیت فعلی وبسایت و صرف هم که باهاش در موردش صحبت کردیم، باز دوباره میتونه توی اون مسیر درسته حتما بهتون کمک بکنه که استراتژی درستی رو انجام بدین. داده های رقبا و اون صنعت و حوزه‌ای که وجود دارین باز دوباره به شما کمک میکنه که از مسیری که اونا طی کردن برای این موفقیت، برای اینکه بتونن به اون برسن و استانداردها رو بتونین بشناسین، تشخیص بدین که اونا چه محتواهایی رو تولید کردن که ازش جواب گرفتن، چه رسانه‌هایی رو رپورتاج رفتن که بعدش منجر به رشد ترافیکشون شده، منجر به رشد رتبه هاشون شده. همه اینا میتونه توی این مسیر برای تصمیم گیری بهتون کمک بکنه که استراتژی آفیج شما چی باشه، استراتژی محتوای شما چی باشه. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، خروجی تحلیل شما باید تصویر تصمیم گیری بسازه، نه فقط یه جدول دیتا به شما بده. خیلی وقتا این تسکا میره انجام میشه و وقتی من مثلا توی پروژه به عنوان مشاور وارد میشم و دارم عملکرد تیم رو میخوایم بسنجیم که ببینیم درست داره انجام میشه یا نه، من متوجه میشم که این تسکا رو گرفتن و رفتن این دیتا رو انجام دادن، ولی تهش فقط تسک بوده و دیتا پر شده.
ولی اصلا به یه تصمیم گیری نرسیدن که خب پس بر اساس این دیتا ها من باید چه تحلیلی داشته باشم که بتونه به من جهت بده، که جهت حرکت منو مشخص بکنه، و صرفا از روی همون تسک و دیتا هایی که پر شده فقط به ترتیب شروع میکنن یه سری کارا رو انجام میدن، که این خیلی مهمه که بهش توجه بکنید. ما دیتا ها رو در آوردیم، رسیدیم به مرحله تدوین استراتژی. اگه یه جایی تون صحبت میکنم منو ببخشید، بهم بگین، ولی اگه همه چی اوکیه یه فیدبکی بدین حتما اینجا که بتونیم درست پیش بریم، چون من میخوام به همه مواردی که اینجا هستش برسیم. خب خدا رو شکر، مرسی ازتون. توی تحلیل دیتا برای این قسمتی که میخوایم تدوین استراتژی انجام بدیم، توی این نقطه باز دوباره یه سری موارد هستش که خیلی برامون مهمه. باز دوباره نقش دیتا خیلی مهمه که ما بتونیم به هر کدوم از این دیتاهایی که داریم به اون خروجی که میخوایم برسیم. یه چیزی که هستش اینه که خیلی وقتا ما بحث اینتنت رو اصلا بهش توجه نمی کنیم توی کیورد ریسرچمون. بحث اینتنت میتونه خیلی به هدف درست و اون تعیین هدف درست ما کمک بکنه. اصلا وقتی اینا باشه، این تحلیل دیتا باشه و اینتنت مشخص شده وجود داشته باشه، ما بر اساس اون بعدش میتونیم به اون خروجی تاپیک کلاستری که مد نظرمون هست برسیم و اون معماری محتوایی که مد نظرمون هست برسیم. اینجا باز دوباره توی این نقطه دیتایی که خیلی مهمه در کنار این موارد داشته باشیم، بحث رقابت خیلی مهمه. این که کلماتی که ما اومدیم تارگت کردیم و اینتنتش رو مشخص کردیم و میدونیم که این کلمات حتی برای کارفرمای ما میتونه پولساز باشه، این کلمات رقابتشون چجوریه؟ چقدر فرصت رشد برای کارفرمای من وجود داره؟ یه سری کلمات با توجه به وضعیت وبسایت حتما اینو دیگه در جریان هستیم. اگر یه سایتی صفر باشه، یه سری کلمات رو ما میدونیم توی تحلیل دیتامون بهش رسیدیم و میدونیم که بیزینس ما رو اون محصول، حتی بیزینس اصلیش روی اون محصوله و اون محصول براش خیلی درآمدزاه، ولی رقابت خیلی برای اون کلمه بالاه و درسته که من توی تاپیک کلاسترم اونو دارمش، ولی من این کلمه رو الان شروع بکنم ممکنه 1 سال دیگه باهاش به نتیجه برسم. شروعش میکنم، صفحه‌شو کار میکنم، ولی اینجا تو این نقطه شما باید برای اینکه بتونید به حفظ و نگهداری پروژه‌تون کمک بکنین، همزمان باهاش یه سری کلمات دیگر هم داشته باشین. KPI های هوشمندانه توی این مرحله تدوین استراتژی خیلی مهمه. پروژه اگر صفره، اگه شما ماه اول و دوم دارین روی صفحه سازی اون پروژه تازه کار میکنین و تازه یه سری صفحات داره ایندکس میشه، کارفرما ممکنه ماه دوم سوم باشه بگه خب من دارم کار میکنم و چرا به نتیجه نرسیدم؟ چون شما از اول KPI درست رو براش مشخص نکردین. سایتی که صفره، KPI که باید براش گذاشته بشه با سایتی که خیلی کار کرده بعد از 2 سال 3 سال اومده به شما مراجعه میکنه، KPIش متفاوته. سایتی که صفره، سرعت ایندکس صفحات و اینکه این وبسایت چجوری داره خزنده های گوگل میان و خزشش میکنن و بهش رتبه میدن و بر چه اساسی داره این سایت صفحاتش ایندکس میشه، KPIه که شما باید اول پروژه برای کارفرما مشخص بکنید و تو اون نقطه است که کارفرما میاد ماه سوم داره از شما گزارش میگیره، شما درگیر یه سری کارهای ساختی بودین، سایت رو داشتین به گوگل معرفی میکردین، یه عالمه صفحه هم درست کردین براش، محتواش و استراتژی محتوایی رو پیاده سازی کردین، ولی خب این صفحات خیلی طبیعیه، هنوز هیچ اعتبار و رتبه‌ای نداره و شما KPI تعریف کردین همون اول پروژه و هم با همون KPI دارین توی جلسه گزارش شرکت میکنین و اونجا تو اون نقطه کارفرما معلومه چیزی که داره توی گزارش شما میبینه راضیش نمیکنه، به خاطر اینکه شما KPI رو برای شفاف نکردین و تو اون نقطه مثلا باید بیاین بگین که آقا KPI که الان برای ما وجود داره اینه که گوگل چقدر داره به وبسایت ما ارتباط برقرار میکنه، چقدر داره نرخ خزش و ایندکس صفحات ما با سرعت بالا انجام میشه، چه تعداد صفحه اصلا ایندکس شده توی نتایج قرار گرفته. من تو قدم بعدی باهات روی رتبه صحبت میکنم. حالا همین برعکسه، پروژه‌ای که 2 سال کار کرده، 3 سال کار کرده و یه رتبه‌ای رو داشته و ترافیکی داشته، شما اگه تو این پروژه بیاین راجع به این صحبت بکنین که من تو این ماه این میزان سفر رو برای شما ایندکس کردم، یه چیز کاملا ناراضی کلا میشه. یعنی دوباره همون نقطه است که اصلا کارفرما درک نمیکنه.
توی اون نقطه کارفرمای شما دنبال کانورژنه. KPI که شما به کارفرما میدین 100%، چون یه رتبه رو داشته، جایگاه 2 و 3 بوده، شما یه KPI هم دارین مثلا برای افزایش رتبه رو میبرین بالا، نرخ CTR از شما میخواد که چقدر داره با این رتبه‌ای که داره CTR برای شما میاره، چقدر داره برای شما لید میاره، چقدر داره کانورژن برای شما میاره. تو اینجا گزارشی که کارفرما از شما میخواد اینه. من بارها شده پروژه به دست من رسیده و نارضایتی وجود داشته و میخواستن تیمو تغییر بدن، بعد گفتم میشه لطفاً از گزارش‌های آخری که برای شما ارسال شده برای من بفرستین. یهو توی گزارش‌های معمولاً حالا یا فایل ورد یا هر چیزی که بوده میدیدم لیست کارهایی که انجام شده رو گذاشتن. این تعداد صفحه ساخته شده، محتواش تولید شده، این تعداد صفحه برای شما بهینه‌سازی انجام شده. این گزارش برای کارفرما اصلا گزارش قابل قبولی نیست. باید فقط KPI چیزایی که براش مهمه رو بهش ارائه بدین. پس توی تدوین استراتژی راجع به همه این موارد و دیتاهایی که مهمه صحبت کردیم. خروجی تدوین استراتژی شما باید تاپیک کلاستری باشه، اون رودمپی باشه که حالا دارین میسازین. من همیشه توی پروژه ها میگم رودمپه و اون ساختار درختی وبسایت خیلی اهمیت داره که ما تو قدم اولیه‌مون بدونیم قراره چه کاری انجام بدیم. قرار نیست این استراتژی که داره پیاده سازی میشه تا 1 سال رو همون بچرخه، ولی حداقل باید جهت بده که قراره که چه چیزی روی وبسایت پیاده سازی بشه. و توی این نقطه تدوین استراتژی حالا ممکنه یه پروژه صفر باشه، شما بیاین از اول برای ساختار درختی رو به وجود بیارین، یه پروژه‌ای ممکنه خیلی کار کرده باشه و شما بیاین اینجا توی این نقطه باید به صفحاتی که پتانسیل سود بالایی دارن فکر بکنین و این صفحات رو از دل گزارش‌ها و دیتاهاتون بیرون بیارین. یعنی نرین دوباره همون روند کاری رو که داشتین برای پروژه صفر انجام میدادین و اینجا انجام بدین. این کار انجام شده و شما فقط باید برین الان رو صفحاتی که وجود داره. یعنی قدم اولیه شما باید این باشه که کدوم صفحات رو الان میتونید ببریدش بالاتر با یه حرکت‌های خیلی ساده تر تا اونا کمک بکنه. همچنان باز توی این مرحله خروجی تدوین استراتژی اون اینتنتی که راجع بهش صحبت کردیم خیلی مهمه. اگر شما ندونید که هر کلمه‌ای که دارین تارگتش میکنین توی اون صفحتون اصلا با چه اینتنتیه، پس مطمئن باشین که شما اصلا استراتژی نمیچینین. چرا؟ چون شما وقتی اینتنت رو در نظر نمیگیرین یعنی مخاطبتون رو در نظر نمیگیرین. و الان با توجه به هوش مصنوعی من پیشنهاد میکنم حتما وبینار قبلی من فکر میکنم تو لیست همین وبینارهایی که حالا توی این سمینار هست موجود باشه، فیلمش رو حتما بریم ببینید. من اونجا خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم که با توجه به نقش AI که انقدر پررنگ شده، الان تدوین استراتژی ما باید اصلا چه متریکایی وجود داشته باشه. ما یه زمانی فقط داشتیم روی اینتنت صحبت میکردیم، الان اینتنت در کنارش انتیتی خیلی مهمه. به ازای هر صفحه‌ای که قراره استراتژی محتوایی پیاده سازی بشه، همزمان در کنار اینتنت و همزمان در کنار انتیتی مخاطب ما، این که این محتوای ما داره برای چه نوع مخاطبی آماده میشه و حتی تو محتوامون باید در مورد اون مخاطب هم صحبت بشه، خیلی اهمیت داره. و حتما این چون از بحث این وبینارمون خارج میشه خیلی راجع بهش صحبت نمی‌کنم، ولی اون وبینار رو حتما ببینید و در نهایت بتونه یه فضای رقابتی، یه تصویری به ما نمایش بده که ما بتونیم مشخص بکنیم که الان باید کجا حرکت بکنیم و کدوم سمت پیش بریم و کجا الان ظرفیت وجود داره با توجه به وضعیت وبسایتمون و با توجه به وضعیت رقبامون تو همین حوزه. و یه تصویر کلی باید این خروجی تدوین استراتژی به ما بده. و نکته‌ای که اینجا اهمیت داره اینه که KPI ها رو فقط باید بر اساس پتانسیل اون پروژه و شرایطی که اون پروژه وجود داره بچینید، نه علایق شخصیتون. که من الان این KPI رو به کارفرما نشون بدم و بگم که من به این رتبه میرسم تا کارفرما بپسنده و خودم دوست داشته باشم. واقع بینانه نگاه بکنید یه پروژه. اگر تو یک کلمه یه سایتی صفر و رقابت سنگینی وجود داره، شما اصلا نباید راجع به KPI رتبه الان تو اون وضعیت وبسایت صفر بیاین عدد مشخص بکنین و نشون بدین. معلومه ته مسیری که میخوایم بریم مشخصه که به چی برسیم، ولی KPI ها رو متناسب با وضعیت پروژه و پتانسیلی که داره تعیین بکنیم. توی اجرای استراتژی یه کوچولو میخوام
اینجا تفکیک بکنم بحث دیتا هایی که برامون اهمیت داره. توی این نقطه‌ای که داریم توی مرحله اجرای استراتژی انجام میدیم، یه سری KPI ها هستن که باید مانیتورینگ بشن. اینا KPI های عملیاتی هستن، مثل ترافیک، کلیک، مثل رنگ یا هر چیزی که وجود داره، مثل ایمپرشن. اینا KPI های عملیاتی پروژمون هستن که مدام باید تحلیلشون بکنیم. همزمان توی اجرای استراتژی اگر میخواین واقعا با بیزینس همسو باشین، حتما باید به KPI های بیزینسی هم توجه بکنین، مثل ROI که داره رقم میخوره. با تیم مارکتینگ باید اینجا خیلی همسو باشین. من توی پروژه ها نفری رو در نظر میگیرم که فقط دید پرفورمنسی داشته باشه، یعنی نگاه کسی که توی پروژه هستش اینه که از همون نقطه شروع اول پروژه که داره استراتژی تعریف میشه تا تو دل پروژه که ادامه داره، فقط نگاهش اینه که این کاری که داره انجام میشه، هزینه‌ای که داره صرف میشه توسط تیم SEO چقدر داره روی نرخ درآمد، چقدر اصلا رو کک تاثیر گذاره، چقدر داره لید میاره، چقدر داره فروش میاره. اگه بتونین توی گزارش‌ها و توی تحلیل دیتایی که توی مرحله اجرای استراتژی داریم به این موارد توجه بکنین، مطمئن باشین که میتونین اون رضایت رو از همون نقطه شروع داشته باشین. راجع به وبینار هوش مصنوعی که توی ای سمینار بازبخششو من اینو پیگیری میکنم. اون وبینار حالا با جت سئو گذاشته شده، من خودم نگاه نکردم که ببینم فیلمشو قرار دادن یا نه، ولی حتما از تیم پشتیبانیشون هم پیگیری میکنم. اگر نبود بهشون بگم که فیلمشو حتما اونجا قرار بدن تا بتونید داشته باشینش، ولی به احتمال خیلی زیاد گذاشته باشن فیلمشو. میخواین یه بار دیگه چکش بکنین. یه دونه وبینار قبل از این وبیناره توی هیستوری. اگه نبود من خودم هم حتما چک میکنم و مجدد پیگیری میکنم. مرسی ازتون. و یه نکته دیگه که توی مرحله اجرای استراتژی وجود داره، تاثیر اقدامات تکنیکال و محتواییه. ما یه کاری رو شروع میکنیم، انجامش میدیم، ولی اصلا تاثیر این کار رو نادیده میگیریم، یعنی اصلا نمیایم به این موضوع توجه بکنیم. نهایتا تنها چیزی که داریم توجه میکنیم اینه که ماهانه یا حالا هر چند ماه یه بار نسبت اون گزارشی که داده میشه فقط میایم بررسی میکنیم ببینیم چه رتبه‌ای حاصل شده. خیلی مهمه که از ببینیم چیزی که اهمیت داره، شما یه دونه استراتژی و یه روند کاری رو نمیتونین برای تمام پروژه ها داشته باشین. پروژه به پروژه متفاوته، استراتژیش متفاوته، روند اجراش متفاوته. یه جایی ممکنه مثلا شما از یه تکنیکی یهو میبینید دارین یه تأثیری رو میگیرین که خیلی اهمیت داره که اون تکنیک رو بریم صفحات بعدی اون وبسایت پیاده سازی بکنیم و مدام تست بکنیم و یه توی چرخه یادگیری و هی اصلاح و بهبود باشین و صرفا یه بلاگی رو نسازین و اون بلاگ رو دیگه ولش بکنین و امون خدا بگین دیگه کاری باهاش نداریم، رتبهش خودش رشد میکنه. بریم تستای مختلف رو روی اون انجام بدین، چه از نظر UI، چه از نظر رپورتاژی، چه از نظر محتوایی، تغییراتی رو توش اعمال بکنین. ممکنه تو اون پروژه، تو اون بیزینس شما با اون تغییره بتونین بازخورد خوبی بگیرین. توی یه پروژه من بخوام مثال بزنم، ما یه بحثی رو داشتیم که بحث قیمت خیلی مطرح بود و خیلی ها می اومدن و راجبه مثلا توی اون صفحه محصول اصلا با کلمه و کوئری کلمه قیمت وارد می شدن، ولی بیزینسه به خاطر شرایطی که وجود داشت نمیتونست قیمت بذاره. چرا؟ چون میگفت من تامین کننده‌ام و دارم از جای دیگه لیست محصولاتمو میگیرم و قیمت‌ها هر هفته تغییر میکنه. با یه حرکت خیلی کوچیک وقتی همچین چالشی رو با بیزینس ما متوجه شدیم، از این ور دیدیم نیازم وجود داره، با یه تغییر کوچیک توی یکی از صفحات محصول و تستش متوجه شدیم که به رشد اون وبسایت خیلی کمک کرد. ما گفتیم خب شما که نمیتونی قیمت بذاری، توی یه سری صفحات ما که خیلی برامون اهمیت داره و قیمت هر هفته تغییر میکنه، بیا نمودار قیمت بذار و توی این نمودار قیمت یه بازه قیمت گذاشته میشه و یه تاریخ گذاشته میشه. کاربری که داره میاد قیمت رو وقتی میبینه میدونه که این قیمت برای هفته بعده و ممکنه الان با نرخ دلار و اینا قیمت عوض شده باشه، یا داره میبینه آخرین آپدیت این قیمت کیه و اگه با تیم فروش شما ارتباط بگیره به چالش هم نمیخورین تو این موضوع چون دیده تاریخ کیه. ما با این حرکت ساده که تستش رو این پروژه انجام دادیم تونستیم یهو بازخورد خیلی خوبی بگیریم. خیلی دیگه این وبسایت ما رو
هی چک میکردن، چون میدونستن که قیمت این هفته الان از اینجا به عنوان یه منبع میتونن داشته باشن و انگار کاربرمون رو یاد دادیم و همین تجربه خوبی که رقم خورد خیلی تو هزینه‌های دیگه کاهش داشت. حالا این نمودار قیمت رو من اگه توی یه سایت دیگه بذارم که دنبال قیمت لحظه‌ای جواب نمیده، end یوزر ممکنه اونجا جواب نده. پس هی توی پروژه به پروژه متفاوته و شما فقط با این تحلیله، با این چرخه تسته و با این یادگیری و اصلاح و بهبوده میتونین این اجرای استراتژیتون رو هی مرحله به مرحله با دیتا پیش ببرین و اینم خیلی اهمیت داره. یه چیزی هم که خیلی مهمه، حتما یه دونه وبینار هم راجع به نحوه گزارش نویسی میذاریم. ما گزارش ها رو معمولا وصل میکنیم به تگ منیجر و آنالیتیکس و سرچ کنسول و سعی میکنیم دیتا لوکر استودیو رو وصل میکنیم و سعی میکنیم گزارش‌هایی رو، بخشایی رو به زبانی که کاملا آشنا باشه به خود اون بیزینس و بتونه راحت درکش بکنه، دیتاها رو اون مدلی بیایم نمایشش بدیم و کاملا کاستومایز میسازیمش و یک بار ساخته میشه و هر ماه یا هر هفته این گزارش میتونه هی آپدیت بشه بر اساس تاریخ و چیزی که وجود داره و این باز دوباره به خود کارفرما خیلی دید خوبی میده، به خاطر اینکه خیلی راحت میتونه باش ارتباط برقرار بکنه و اصلا یه کاریه که انگار اتوماسیون داره انجام میشه و قرار نیست هر بار شما بشینید و زمان بذارین فایل گزارش آماده بکنین. یک بار بر اساس KPI های بیزینسی، KPI هایی که برای کارفرماتون اهمیت داره، این تمپلیت گزارش ساخته میشه و تو دل پروژه هی آپدیت میشه و تو مسیر رشدش حرکت میکنه. و حتما مرسی از پیشنهادتون. حتما وبینار بعدی که بخوایم بذاریم راجع به گزارش میذاریم این وبینار رو و سعی میکنیم که یه مدل ساختار مختلف و بر اساس وضعیت‌های مختلف پروژه انجامش بدیم که بتونه بهتون کمک بکنه. فرصت‌های با ارزش بالا خیلی میتونه کمک بکنه که باز دوباره من توی ادامه میگم که چه تکنیکی رو داریم پیاده سازی میکنیم توی این نقطه، ولی اینجا اگه بخوام بگم شما باید مشخص بکنید با توجه به وضعیت پروژه‌تون کجا میتونید سریعتر رشد بکنید. بعضی وقتا خیلی از محصولات و خدماتی که داره اعلام میشه از سمت کارفرما ممکنه اصلا بره توی لایه‌های مختلف قرار بگیره. ممکنه یه سری محصولاتی باشه که رقابتش کمتر باشه، یه سری محصولات رقابتش خیلی بیشتر باشه. شما ممکنه با همون رقابت کمتره رو بتونید سریع به نتیجه برسونید، کارفرما همون براش خوشحال کننده باشه و درآمدزایی داشته باشه. بتونید یه فرمول کویک وین برای خودتون در بیارین که یعنی من با چه صفحاتی، با چه کلماتی میتونم با هزینه پایینتر به رشد بالایی برسم و این شناسایی فرصت ها میتونه براتون خیلی اهمیت خوبی داشته باشه. اینجا یه مثال براتون نوشتم، مثلا صفحات با ایمپرشن بالا به علاوه CTR پایین یا صفحات رتبه مثلا بین 5 تا 15، اینا رو وقتی موضوعاتش رو میاین از نظر جایگاهی و این دیتایی و ایمپرشنی ترکیب میکنید و خروجیشو به دست میارین، برای شما میتونه یه فرصت باشه که بتونید با یه ادغامی که انجام میدین، یه ترکیبی که انجام میدین، بتونین سریع به اون چیز مبحثی که میخواین برسین. خیلی وقتا یه سری موضوعات ترندی حتی وجود داره توی اون حوزه که ممکنه شما اگر حواستون به اخبار و ترندها و حوزه‌های مختلف باشه، مثلا ما یه سالن زیبایی رو داریم کار میکنیم که این سالن زیبایی موضوع ترندی که همین اواخر براش وجود داشت بحث میکاپ و آرایش برای هالووین بود و ما اینو چون میدونستیم فرصتش وجود داره از قبل روی صفحه کار کرده بودیم و میتونست خیلی برای ما آورده داشته باشه، دقیقاً استراتژیمون درست پیش بینی شده بود و ترافیکمون تو همون روز که نزدیک هالووین بود توی این وبسایت برای این صفحات خیلی یهو رفتش بالا. درسته که اینا موندگار نیستش و ممکنه بعداً ترافیک به حالا بخواد بریزه، ولی تو اون نقطه میتونه به بیزینسمون خیلی کمک بکنه به اون رشدش. پس سعی بکنید اینا رو با هم دیگه هی ترکیب بکنید و حواستون به این موضوع هم باشه حتی. و یه سری استراتژی‌ها رو مخصوصا توی 6 ماه دوم اکثر بیزینس‌ها توی کمپینن
روز پدر، روز مادر، ولنتاینه، یا به ازای محصولاتی که دارن و مناسبه، یا همین هالووینه. و سایت هایی که محصول محورن معمولا تو این نقطه ها میتونن خیلی روی این ترند سوار بشن و فروش خوبی رو رقم بزنن. پس حواستون به این کلمات و به این فرصت هم باشه. یا مثلا میتونید صفحاتی که نرخ تبدیل بالایی دارن با یه لینک سازی خیلی خوب، با یه تعریف جرنی خیلی خوب برای مسیر کاربرتون، که مثلا صفحه بلاگه ولی من میتونم از اون صفحه ببرمش توی یه صفحه محصول، این میتونه ارزش بالایی رو توی اون لحظه داشته باشه که حتما بهش توجه بکنیم. من تا اینجا روی این که بخوایم توی تدوین استراتژیمون توی هر مرحله به چه داده‌هایی توجه بکنیم راجبش صحبت کردم. از اینجا به بعد میخوام راجب خود مدیریت پروژه از استراتژی تا اجرا و اون نقشه راهی که داریم حالا تدوینش میکنیم با نگاه رشدمون چجوری باید باشه و راجب اولویت بندی اقدامات، اینکه اقدامات رو باید با توجه به منابعی که داریم به چه شاخصایی توجه بکنیم و چه اثرگذاری روی پروژهمون داشته باشن. میخوام راجع به اینا بیشتر صحبت بکنم و از طرف دیگه راجع به ارتباط سئو با قیف فروش و تصمیم گیری‌های کلا درآمد محور و همسویی KPI سئویی با KPI بیزینسی میخوام بیشتر صحبت بکنم. و حالا در آخر یه کوچولو میخوام راجع به مهارت‌های نرمی که راجع به ارتباط با خود کسایی که توی پروژه دخیل هستن و ذی‌نفعان پروژه صحبت بکنم که ممکنه خیلیاشو بدونین یا ممکنه اصلا بدونین ولی توی روند کاریتون نداشته باشین، ولی من سعی می‌کنم از تجربه‌های خودمون بهتون بگم که بتونه به روند کاریتون کمک بیشتری بکنه. میخوام در مورد طراحی نقشه راه سئو با نگاه رشد کسب و کار صحبت بکنم. یه جمله‌ای که خیلی از نظر من اهمیت داره اینه که نقشه راه سئو رو باید انتخاب‌های هوشمندانه درباره چه کاری، چرا و چه زمانی باید انجام بدیم بهش نگاه بکنید تا در نهایت بتونه شما رو به اون رشد برسونه. حالا همون رشدی که تا الان همش راجع بهش صحبت کردیم، رشدی که رضایت کارفرما رو داشته باشه، پس منظورمون KPI بیزینسیه. پس این که چه چیزی رو انتخاب بکنیم، چه زمانبندی رو داشته باشیم و تمرکزمون روی چه چیزایی وجود داشته باشه، خروجیش میشه یه استراتژی درست و یه نقشه راه درست. یه نقطه‌ای که اینجا هستش اینه که اولویت بندی اقدامات سئومون باید بر اساس منابعی که داریم و اثرگذاری که دارن انجام بدیم. اقداماتی که بیشترین اثر رو روی درآمدمون، روی رشدمون میذاره و روی تجربه کاربرمون میذاره باید اصول کارمون انجام بدیم. خب ما میدونیم تمرکز بیزینس ما روی این متریکاست، یعنی روی اینکه چقدر درآمد داره حاصل میشه، اینکه کاست پر کلیکمون چقدره، نمیدونم اینکه لید ما چقدره، اینکه ROI ما چقدره و اینا براشون مهمه. و توی این بحث اولویت بندی اقدامات که الان جلوتر تکنیکی که خودمون داریم به کار میبریم و راجع بهش صحبت میکنم، مجددا تصمیم گیری باید مبتنی بر داده باشه، نه فقط چک لیست کارایی که برای هر پروژه داره تعریف میشه. که باز دوباره داده هایی که اینجا وزنی که به ازای هر کار داده میشه خیلی برامون اهمیت داره که جلوتر در موردش صحبت میکنیم و بتونیم یه ترکیب کویک وین، یعنی یه چیزی که بتونه سریع ما رو به رشد برسونه رو در کنار استراتژی که سئویی که میدونیم معمولا استراتژیش بلند مدته داشته باشیم و بتونیم توی همون نقطه اولیه به ریسک ها توجه بکنیم، به مسائل حیاتی وبسایتمون توجه بکنیم، اینکه توی چه وضعیتی قرار داره و میخواد به چی برسه. یه چارچوبی وجود داره که این چارچوبه رو ما توی تعریف تسکای خودمون بعد از اینکه به استراتژی رسیدیم و حالا فرایند کاراشو در آوردیم و میدونیم که چه کارایی باید انجام بشه، مرحله به مرحله اینو انجامش میدیم. که این تکنیک رو احتمالاً خیلی زیاد شنیدین، ICE و این تکنیک آیس خیلی معروفه و هر جایی یه سری کاربردها داره و ما سعی کردیم توی روند کاری سئومون هم داشته باشیمش. همین تکنیک آیس میتونه توی مرحله انتخاب کلماتتون بر اساس خروجی کیورد ریسرچتون هم اونجا بهتون کمک بکنه که اون بحثش رو داره که یه سری تکنیکای دیگه داره، ولی اینجا بیشتر میخوام رو کل فرایندی کاری سئو صحبت بکنم که اگه بخوام با این تکنیک در موردش حرف بزنم باید به چه مواردی توجه بکنیم. خب قطعا با این تکنیک توی حوزه‌های مختلف آشنا هستین، قطعا
با این تکنیک آشنا هستین و میدونین که 3 تا شاخص داره. حالا ایمپکت، یعنی تأثیری که داره میذاره، هر کاری که ما داریم انجامش میدیم چه تأثیری داره روی KPI های بیزینسی و اصلا کاربر ما میذاره این کار، یعنی چقدر داره به رسیدن ما به اون رضایت کاربر کمک میکنه و چقدر داره به بیزینس ما کمک میکنه. بحث کانفیدنس، این که درجه اطمینان از این کاری که میخواد انجام بشه، اینو بتونیم باز دوباره در نظر بگیریم که باز دوباره بر اساس داده هایی که وجود داره، بر اساس بنچمارکی که وجود داره، رقبایی که می‌بینیم بررسی می‌کنیم، میتونیم به این موضوع برسیم. و یعنی تسریع فرآیندهای تیمیمون، یعنی اینکه بتونیم با توجه به منابعی که داریم سهولت کار چجوریه، تسریع و روند کاره میتونه چه اثری بذاره. توی این تکنیک این 3 تا شاخص توی روند کاری ما خیلی بهمون کمک میکنه که الان میخوام جلوتر یه کوچولو راجع به این موضوع و ماتریسش صحبت بکنم. ما اگه اینو بخوایم یه ماتریس در نظر بگیریم و اولویت بندی اقداماتمون رو بر اساس اثرگذاری و همچنین منابع و حالا سهولتی که برای رسیدن به هر کاری وجود در نظر بگیریم، یه مثال من اینجا گذاشتم، قطعا این فقط بهتون سرنخ میده و شما حتما برین خیلی بیشتر بررسیش بکنین و توی روند کاری خودتون ببینید که با توجه به کارهایی که میخواین انجام بدین اینو واردش بکنین و میتونین خیلی بهتر از این، میتونین خیلی دقیق تر از این ببینیدش. ولی اینجا فقط مثاله. اگه بخوایم اینو یه ماتریس در نظر بگیریم، میگیم اگه بخواد تاثیر بالا داشته باشه و سهولت و چگالی کارهایی که باید انجام بشه کم باشه، میایم اون کارهایی که اجرای فوری دارن. مثلا من میرم یه سری کلمات رو دارم که این کلمات برای من جایگاه 2 3 قرار دارن، خب یا اصلا جایگاه 1 قرار دارن، ولی اینا CTRشون اونجوری که باید بالا نیست. من میرم روی اینا هم لینک سازی داخلی خوبی انجام میدم، هم از طرف دیگه میرم تایتل و دیسکریپشن هاشون رو تغییر میدم. تایتل و دیسکریپشن هایی رو میذارم که بتونه برای من نرخ CTR رو ببره بالا و روندی هم که قراره براش کار بشه خیلی سهولت، خیلی راحته و منابع زیادی رو نیاز نداره، ولی تأثیری که میتونه بذاره بعضی وقتا تأثیر خیلی بالاییه. پس تو لیست اون صفحاتی که بهش رسیدین توی استراتژیتون، در نهایت خروجی که بهش رسیدین، اینجا میتونین این متریک رو در نظر بگیرین و دسته‌بندی بکنین روند کاراتون رو. بعد یه جا ممکنه میگیم این تأثیر پایینی داره ولی راحته، سریع انجام میشه. که مثالش رو بخوایم بزنیم، یه سری اصلاحات جزئیه که توی UI انجام میشه، ولی ممکنه مثلا روندش ساده باشه، راحت باشه. بعضی وقتا تازه تو اینجا نمیتونیم بگیم الان تاثیرش بالا هست یا تاثیرش مثلا پایینه، ممکنه اتفاقا برعکس بشه و تاثیر بالایی بذاره. مثال دیگه بخوام بزنم، حالا اگه این تاثیر بالایی داشته باشه ولی مثلا اینجوری باشه که روند کاری و منابعی هم که باید براش گذاشته بشه خیلی بالاه، اینجوریه که شما میخواین یهو کل معماری وبسایت رو تغییر بدین و یهو میدونین که کل استراتژی اشتباهه. این تشخیص بدین توی این نقطه. اگر شما درست تشخیصش بدین، شما میتونین روند کاری که میچینین دید بیزینسی رو داشته باشین و شما باید این موضوع رو انتقال بدین و شما باید تعیینش بکنین که این جنس کاریه که باید بهبود داده بشه و شما تشخیصش دادین الان چه هزینه‌ای برای شما داره، حتی اگه تاثیر بالایی داره میذاره، و بتونین اینو هر چقدر اینا رو درست بتونین اندازه گیری بکنین، از اون بر KPI هایی که به بیزینستون میدین میتونه دقیق تر باشه. یا مثلا اگه یه سری کارها هستن که اصلا تاثیر پایینی دارن و کلا روند کاری و منابعی که از تیم شما میگیرن، زمانی که از شما میگیرن خیلی زیاده، اینه که شما برین یه سری محتواهایی رو تولید بکنین که اون محتواها الان توی این نقطه ممکنه خیلی برای بیزینس شما درآمدزا نباشه. ما پروژه داشتیم که می اومدن و رفته بودن یهو روی یه سری محتواهایی کار کرده بودن که این محتواها برای مرحله‌ای بودش که کاربر محصول رو خریده بود و از یه جای دیگه مثلا خریده بود، حالا یه جا به یه گیری خورده بود، رفته بود سرچ کرده بود و این گیره رو اینا اومده بودن روش کار کرده بودن و ترافیک داشت حاصل میشد.
خب این درسته که داره ورودی میاره، ولی این محتوایی نیستش که ارزش فروش داشته باشه. پس قانونی که توی روند کارا وجود داره و مهمه که بهش توجه بکنین اینه که شروع شما باید با بیشترین اثر و کمترین هزینه باشه، مخصوصا توی پروژه‌ای که صفره یا حتی پروژه‌ای که خیلی کار کرده اومده سمت شما و شما الان رسیدین به این نقطه که اصلا استراتژیش باید اصلاح بشه. اینجا توی اصلاح استراتژی خیلی باید به این موضوع دقت بکنین و بعد باید کارهای در نهایت بعدش باید برین سراغ کارهای سنگین و استراتژیک و این موضوع خیلی مهمه که بهش توجه بکنین. ما سئو رو اگه بخوایم مدیریت منابع و تصمیم گیری هوشمندانه در نظر بگیریمش، یعنی مهمترین کارا رو توی درست‌ترین زمان ممکن که اثرگذاری بالایی میتونه داشته باشه انجام بدیم. قطعاً یه سری کارا که ما میدونیم در آینده میتونه اثرگذاری داشته باشه رو قرار نیست نادیده بگیریمش، ولی همزمان و همسو باید با هم پیش برن. توی تدوین استراتژیمون این موضوع خیلی اهمیت داره. یعنی اول رفع موانع رو انجام بدیم، اگه بخوام مثال واضح تر بزنم، بعد بخوایم ارزش تولید بکنیم. اولویت رو باید بذاریم روی صفحاتی که برای ما پولساز هستن. پروژه اگر کار کرده، صفحات پولسازش ممکنه صفحات لندینگش باشه که الان توی جایگاه 2 3 هستن و جایگاه یا 1 تا 5 هستن و خوبه که مثلا بیان جایگاه بالاتر، اگه تو جایگاه 5 بیان جایگاه بالاتر قرار بگیرن. ولی یه پروژه‌ای که صفره ممکنه شما بتونید از قسمت یه سری بلاگای پولسازش براش پول بیارین و اینم میدونیم که رشد تدریجیه و نمیتونیم اجرای همه چیز رو همزمان با هم داشته باشیم، ولی این که بتونید طبق ماتریس پیش برین و تشخیص بدین خیلی براتون مهمه. و یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که همسویی KPI هایی که شما دارین تعیین میکنین با KPI های بیزینس. تشخیص این که KPI باید چی باشه تو هر استیجی که پروژه قرار داره باید توسط شما باشه و اینو باید شفاف با کارفرماتون به اشتراک بذارین. ما کاری که انجام میدیم اینه که OKR تنظیم میکنیم بر اساس خروجی که داریم. وقتی داریم OKR تنظیم میکنیم، توی OKR اگه باهاش آشنا باشین، توی OKR به این صورته که شما یه وضعیت صفر، نقطه صفر مشخص میکنین، میگین من الان توی این وضعیت قرار دارم و وضعیت من اینه. حالا KPI های من میتونه چیا باشه؟ کی ریزالت های من توی OKR چیاه؟ ممکنه رشد ترافیک باشه، ممکنه رشد رتبه باشه، ممکنه رشد کانورژن باشه. اینا میشه کی ریزالت های من توی OKR. وقتی دارین مشخصش میکنین، به ازای هر چیزی دارین وضعیت صفر رو توی روند OKRتون برای کارفرما مشخص میکنین که کارفرمای عزیز تو الان تو این وضعیت قرار داری. من میخوام برات OKR تنظیم بکنم، 3 تا نقطه برات مشخص میکنم. نقطه تارگت هایی که دارم مشخص میکنم بهت میگم که من اگه به این عدد برسم توی رتبه به صورت میانگین رو این کلمه، من نقطه 30% رو رد کردم تو پروژت. اگه به این نقطه برسم من نقطه 70% تارگتم رو زدم و اگه به این برسم من توی این 3 ماهی که برای تعیین کردم 100% تارگتم رو زدم. وقتی دارین وضعیت صفر رو مشخص میکنین، دیدی که وجود داره براش و وضعیتش رو براش شفاف میکنین و وقتی دارین استیجای مختلف رو توی OKR برای کارفرماتون مشخص میکنین، یعنی تارگت 30%، تارگت 70%، تارگت 100%، دارین این دید رو به کارفرما میدین که کارفرما خیلی شفاف اعداد رو میبینه و میدونه که من اگه خب 100% برسم دارم به چه بازه ترافیکی میرسم، اگه به 70% برسم چیه. و شما زیر سوال نمیرین، شما دیگه حداقلش با کارهایی که انجام میدین حداقل به اون 30% میتونین برسین دیگه. از زیر سوال نمیرین. حالا اگه به 70% و 100% برسین که خیلی بهتره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که باید یه سری تکنیک‌ها رو رعایت بکنیم. یعنی مثلا من هی نیام بازه عددا رو پایین بذارم و بگم که بذار سریع فقط به کارفرما نشون بدم که این تارگت رو زدم و کارفرما رو توی تعیین تارگت باید دخیل بکنید. یعنی باید یه چیزی باشه که هم واقع بینانه باشه، هم قابل دستیابی باشه، هم رسیدن بهش چالشی هم باشه، مخصوصا نقطه 100%تون. چون اینجوری ممکنه با این تکنیک، با این که داره اعداد و اینا مشخص میشه، ولی بازم کارفرما حس بد بگیره.
و یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، پس KPI هایی که دارین مشخص میکنین با روش OKR خیلی میتونین این KPI ها رو با KPI های بیزینس همسو بکنین. اعدادی که مشخص میکنین همسو باشه و اندازه‌گیری اثر واقعی سئو یه جورایی باید مشخص بشه توی این مسیر و یه چیزی باشه که قابل اثبات باشه که شما الان درآمدتون چقدره، سئویی که تا الان هزینه کردین، سهم بازار شما چقدر افزایش پیدا کرده و رفتار کاربرتون رو دیتاشو بدین که من این کاربرا رو آوردم، کاربرای من الان چه اقداماتی انجام دادن توی وبسایت شما، چند تا نیو یوزر دارم، چند تا از کاربرایی که از قبل داشتم برگشت داشتم، یعنی ریتنشن داشتم و چقدر مثلا فروش حاصل شده. یه نکته‌ای هم که باز دوباره توی این همسویی حالا وجود داره، همین دیتا محور بودنه. کارفرمای شما تو هیچ مرحله از جلسه گزارشی که با شما داره میاد اصلا براش اهمیتی نداره که شما چه کاری انجام دادین. تهش فقط خروجیه رو میبینه. اینکه شما بیاین بشین از لیست کاراتون خروجی بهش بدین اصلا براش مهم نیست. باید سعی بکنین کارهایی که انجام شده خروجیشو بر اساس دیتا به کارفرما نشون بدین. کارفرمای شما این براش مهمه که کاربر شما که اومده تبدیل به کانورژن شده، صفحه اولی که ورود کرده چه صفحه‌ای بوده. این دیتا رو باید بتونید به کارفرما بدین. یه چیزی که توی تحلیل دیتا خیلی مهمه اینه که توی تحلیل دیتا اگه من توی گزارشم فقط بیام، دیتای شما باید 2 تا دیتا باشه که در کنار هم باشه تا بتونید ازش خروجی تحلیل داشته باشین. اگه صرفا فقط بیاین دیتای ترافیک رو بدین یا فقط دیتای کانورژن رو بدین، بگین من این میزان تو این 1 ماه کانورژن داشتم، برای کارفرمای شما یا حتی تحلیل استراتژی و روند اصلاح استراتژی شما نمیتونه بهبود داده بشه. چون من خیلی وقتا دیدم که گزارش داده میشه و این گزارش ها مثلا رتبه کلمه رو گذاشتین یا مثلا اومدین میزان کلیک رو گذاشتین یا اومدین جدا میزان کانورژن رو گذاشتین. تحلیل دیتا وقتی انجام میشه که شما دیتاهاتون رو با هم دیگه ترکیب بکنید. یه نمونه ترکیب دیتا رو الان خدمتتون عرض کردم. کانورژنی که اومده حاصل شده از چه صفحه‌ای اومده، از چه کانالی اومده، کانال ارگانیک بوده یا اصلا کاربری که برای من اومده وارد این صفحه من کانورژن شده نیو یوزر بوده، کاربر جدید بوده یا از کاربر قدیمی بوده، رو صفحه اصلی من با کلمه برند من اومده یا نه از بلاگ من اومده. دیتا هاتون رو باید با هم دیگه بتونین تحلیل بکنین. دیتا محوری فقط این نیست که من دیتا بدم. تحلیل دیتا خیلی مهمه. تحلیل دیتا هم به بهبود استراتژی و اصلاح استراتژیتون کمک میکنه، هم به خیلی از موارد دیگه. این فرهنگ داده توی تیم خیلی مهمه که شما داشته باشینش توی پروژه هاتون و اینکه خروجی تحلیلی که دارین انجام میدین چه تصمیمی داره برای شما میسازه، تهش دارین به چه نتیجه گیری میرسین. اینکه بتونین ازش به یه نتیجه و خروجی برسین، اون موقع است که شما میتونین بگین من تحلیل دیتا انجام دادم. و قدم آخر، چیزی که خیلی براتون باید اهمیت داشته باشه و ما واقعا نادیدش میگیریم و خیلی مهمه، اینه که بتونیم ارتباط خوبی با کسایی که به هر نحوی توی پروژه دخیل هستن داشته باشیم. من سئو رو روی هر پروژه‌ای که داره تعریف میشه توی لول پروداکت اون بیزینس میبینم، محصولات اون بیزینس، حالا میخواد سرویس باشه، میخواد هر چیزی باشه، وبسایتش باشه، من توی اون لول میبینم و اون فقط در صورتی میتونه به اون تو این لول بودن در صورتی میتونه شما رو به اون تارگتاتون برسونه که بتونید هم با تیم اجرایی، هم با تیم کارفرما، هم با تیم مارکتینگ، هم با تیم فنی ارتباط درست و خوبی داشته باشید. خیلی وقتا اگه شما دارین با تیم فنی میرین توی جلسه ارائه گزارشی که دارین بهشون ارائه میدین اصلا متفاوته با کسی که دارین با مارکتینگش یا با فروشش، تیم فروشش میرین تو جلسه. هر جا دیدین حرف شما توی جلسه داره قطع میشه، اگه با تیم فروش رفتین تو جلسه یا با تیم فنی، بدونین که یعنی دارین دیتایی رو میدین که الان برای اون تیم اصلا اهمیتی نداره. پس باید بتونین این سازوکار رو توی تیم خودتون تعریف بکنین که من با چه شخصی دارم میرم تو جلسه و الان بر اساس اون جلسه باید چه دیتایی داشته باشم. همکاری با این تیم خیلی اهمیت داره.
مواردی که تا اینجا راجع بهش صحبت کردیم سعی کردم که خیلی بهتون دید و سرنخ بده و قطعاً اگه بخوایم بشینیم یه پروژه‌ای رو با هم دیگه کل فرآیند تدوین استراتژیش رو پیش ببریم خیلی پروسه زمان بری میشه، ولی ممکنه که یه سری سوالات براتون پیش بیاد و من کاملا در خدمتتون هستم و میتونین که حتما با من لینک بشین توی اینستاگرامم یا توی لینکدین با هم و هر جا اگه کمک داشتین توی تدوین استراتژی یا توی تحلیل دیتایی که داره به دست میاد یا حتی توی مدل گزارشی که دارین به کارفرما میدین، حتما میتونین از من و حالا نفراتی که توی تیم دارن با هم کار میکنن باشون جوین بشین، صحبت بکنین و سوالاتتون رو بپرسین و امیدوارم که دیتایی که تا الان راجع بهش صحبت کردیم مفید بوده باشه. من آدرس لینکدینم لیدا-بهرامیه و اینستاگرامم لیدا با 2 آی بهرامیه که هر نکته‌ای که داشتین من در خدمتتون هستم و امیدوارم که این وبینارم براتون مفید بوده باشه. فیدبکی اگر دارین چه خوب چه منفی حتما اینجا برامون بنویسین، خیلی کمک میکنه که حتی اون فیدبک های منفی توی وبینارهای بعدی حتما بیشتر رعایت بکنیم و بتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم. مرسی ازتون خانم نجمه، مرسی خانم پگا، در خدمتتون هستم خانم پگا، مراهمین. خواهش میکنم خانم معصومه، مرسی که تا این ساعت حضور داشتیم. مرسی ازتون آقای علی، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که حتما توی ایونت های حضوری فرصت آشنایی بیشتر باهاتون فراهم بشه و خیلی خیلی خوشحال شدم از آشنایی باهاتون. آقای میلاد تا الان داشتیم در مورد مدیریت پروژه‌های سئو صحبت می‌کردیم، ولی من سعی می‌کنم که حتما توی پست‌های مختلف که در آینده تولید محتوا براش انجام میشه، چه توی لینکدین چه توی اینستاگرام، حتما بیشتر در موردشون صحبت بکنیم تا بتونیم اونجا یه خورده دید بهتری بهتون بدیم. مرسی از فیدبکتون خانم آذر و مرسی از تیم آکادو بابت برگزاری این وبینار و پشتیبانی حرفه‌ای که داشتن و خیلی خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که تو همه استراتژی‌هایی که تدوین میکنین بتونین بالاترین و بهترین پرفورمنس و نتیجه رو داشته باشین. خیلی ممنونم ازتون آقای میلاد. برای همکاری حتما به من پیام بدین، انشالله که بتونیم با هم دیگه توی پروژه‌های مختلف همکاری داشته باشیم و این جلساتی که وبینارهایی که میذاریم به این خروجی‌ها هم برسه. آقای میلاد فکر میکنم فیلم وبینار بعداً گذاشته بشه، حتما ببینیدش، بهتون خیلی دید میده. همین که اومدین واقعا ممنونم ازتون. خیلی خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشین. با اجازهتون.